پیشبینی افزایش تولید نیشکر. مسئولان پیشبینی می‌کنند که امسال تولید نیشکر از خوزستان، قطب اصلی نیشکر کشور، افزایش می‌یابد. خوزستان به عنوان مقام اول تولید محصولات کشاورزی در کشور سالانه حدود 14 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میکنه که از این میزان 55% اون به تولید نیشکر تعلق داره. ما الان بر فراز شرکت کشت و صنعت دهخدا هستیم. این شرکت تونسته با افزایش سطح زیرکش و میزان تولید قطب اصلی تولید نیشکر یعنی برزیل رو پشت سر بگذاره. رقم نزدیک 176 تن در هکتار رو تولید کردیم و این رو ثبت عرض می‌کنم جهانیش کردیم. پارسال بیش از 3 میلیون تن نی برداشت شد که با پیش‌بینی‌های انجام شده امسال به 5 میلیون تن خواهد رسید. حدود 1,800,000 تن هم در کشت صنعت‌های 7 طبقه کارون و میان آب برداشت بشه. حدود 55% شکر تولیدی کشور هم در خوزستان تولید میشه. حدود 18,000 نفر ثابت در کل توسعه نیشکر به عنوان اشتغال ثابت داریم مستقیم و به طور غیر مستقیم 7,000 نفر مشغول به کار هستند. پس از استحصال نیشکر 2 پسماند باگاس یا تفاله نیشکر و ملاس تولید میشه که علاوه بر تولید شکر ده‌ها محصول ارزشمند دیگه هم تولید میشه که در حال حاضر در خوزستان سالانه از پسماند نیشکر 100,000 متر مکعب MDF، 33 میلیون لیتر الکل صنعتی و طبی، 40,000 تن خوراک دام، 8,000 تن خمیرمایه و 680,000 تن شکر سفید تولید میشه. با استفاده از باگاس و ملاس این شرکت برای تولید انرژی برق و فروشش به شبکه برق سراسری اقدام کنیم.